اول از یه موبایل بگیر و اینو اونو اینا. آره میدونم بس سنم بالاتر از شماست، منم جوون دوست دارم متاسفانه یا خوشبختانه ایرانی هم دوست دارم. میگم باشه خرج میکنم، شوگر ددی میشم، ولی به هر چیزی به جاش. الکی نمیشه که. باور کن اگر من بیا تو این دوربین دارم میگم، اگر من بدونم یکی منو واقعا از ته دل برای خودم دوستم داره، همه کار براش میکنم. من که بچه‌م ندارم، بعدم زندگیمو چیز آنچنانی ندارم، فکر نکن خیلی بیلیونرم، کمم نداری، ولی هر چی دارم یه آپارتمان اینجا داریم و یه آپارتمان اونجا داریم، یه آپارتمان اونجا دارید، اونجا دارید. اینا همش میشه مال شما. من آرامش میخوام، من دیگه کارامو کردم، الان آرامش میخوام. با هم بریم مسافر. الان مثلا چرا من باید بیام آلانیا تنها باشم؟ البته با 4 تا از دوستام اومدم، اما اونا دو تا زن شوهرن، شب اون 2 تا میرن تو اون 2 تا میرن تو ما با هم مترکا بغل کنیم بخوابیم. چرا؟ حیف نیست آخه همچین چیزی، همچین لوبتی تنها بمونه. آشپزی میکنم انگشتاتم باهاش میخوری دیگه. نمیدونم چی میخوان اینا دیگه. دهه 70ها اخیراً دهه 80 میره جلوتر بدتر. نه اونا دیگه جوجم برای من. دهه 70 پرفکت دیگه. آخرین لیمیت دهه 70 برای سن من. سن شما. حالا اگه دهه 80 حالا میرن میگه با این